الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خدمت تمام بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستیم با مجموعه برنامه دفاع از سنت. مطلبی که میخواهم امروز بیان کنم، میخوام اشاره کنم به حدیثی در باب فتن و ملاحم که امام بخاری آن حدیث را روایت میکند و همچنین دیگر ائمه مثل امام ابو داود و مثل امام مسلم و امام طبرانی و بسیاری از این علما این حدیث را روایت نموده اند. از جمله حدیثی است که حالا من این لفظ امام ابو داود را میخونم، هرچند در صحیح بخاری هم این حدیث آمده. اون لفظی که در صحیح بخاری آمده این گونه آغاز می شود. طارق بن شهاب می فرماید سمعت عمر بن الخطاب يقول قام فينا رسول الله صلی الله علیه و سلم مقاما. میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم در میان ما بلند شد و در یک جایی بلند شد. فاخبرنا عن بدء الخلق، و به ما خبر داد در ارتباط با آغاز آفرینش، یعنی آفرینش، آغاز آفرینش و چگونگی آغاز آفرینش. حتی دخل اهل الجنة منازلهم و اهل النار منازلهم. یعنی میفرماید آن چیزی که مربوط به آغاز خلق تا آخر بود برای ما مطرح کرد، به گونه ای که تا اون که مردم اهل بهشت وارد بهشت شدند و اهل دوزخ وارد دوزخ شدند، وارد جایگاه خود شدند. بعدا میفرماید حفظ ذلك من حفظه و نسیه من نسیه. یعنی تعدادی بالاخره افرادی هر اندازه از اون مطالبی که او بیان کرد حفظ نمود و فراموش کرد هر اندازه‌ای که فراموش کرد. یعنی اینجوری نیست که همه افرادی که آن را شنیدند کل آن را حفظ کرده باشند. ممکنه بعضی چیزی را حفظ کرده، بعضی حفظ نکرده. در نتیجه هنگامی که ما احادیث را یعنی میشنویم متوجه میشیم که هر کدوم اشاره به بخشی از آن حوادث میکند. حالا این یکی که امام بخاری از او روایت میکند از طریق طارق بن شهاب از امام عمر روایت میکند. حالا این لفظ از طریق دیگر که امام ابو داود روایت میکند در سنن خود با سند خود از امام حذیفه ابن یمان. حالا حذیفه میفرماید قام فینا رسول الله صلی الله علیه و سلم قائما. رسول الله صلی الله علیه و سلم در میان ما بلند شد و استاد. فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه حفظه من حفظه و نسیه من نسیه. میفرماید هیچ چیزی را باقی نگذاشت از اون مطالبی که در اون وقتی که او استاده بود تا قیامت، اون چیزی که اتفاق می افتد و پیش می آید مگر اینکه در مورد آن سخن گفت. حفظه من حفظه، حفظ نمود هر کسی حفظ نمود، و نسیه من نسیه، و فراموش کرد هر کس هم فراموش کرد. قد علمه اصحابی هؤلاء و انه لیکون الشیء فاذکره
كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. میگه من یاران من هم، اصحاب من هم آن را دانستند و این چیزی که لیکون الشیء فاذکره، یعنی یکی از اون حوادثی که رسول الله بیان فرموده صلی الله علیه وسلم اتفاق میافتد، بعداً من آن را بیاد میآورم، مثل این که همچنان که یک انسان چهره کسی را قبلا دیده و بعداً اون شخص از اون شخص جدا شده، بعد از مدتی آن شخص را که میبیند متوجه میشه که این همون شخصی بوده که قبلا او را دیده بود و او را میشناسد. میگه من هم وقتی که حادثه پیش میاد از اون حوادثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرموده بود، من هم اون لحظه دقیقاً فرموده رسول الله را بیاد میآورم. این خیلی زیبا و قشنگ بیان فرمود، این لفظی که امام حذیفه بیان فرمود. و همچنین در یک حدیث دیگری یعنی این مطلب به صورت مفصلتر حذیفه بن یمان گواهی میدهد به ایجاد شدن بعضی، یعنی پیدایش بعضی از اون چیزهایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به آن خبر داده بود. ولم یبق من الدنیا الا الیسیر، یعنی با توجه به مطلبی که رسول الله فرموده، میگه از دنیا چیزی باقی نمونده مگر اندکی. ولم یبق من الدنیا الا الیسیر. این خیلی چیز قشنگیه این حدیثی که الان بیان میکنم و در ارتباط با همون مطلب، با ارتباط با اون قضایایی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در اون جلسه و در اون مجلس بیان فرموده که بیان میکند. و روزی که مثلا رسول خدا صلی الله علیه وسلم یک روز بعد از نماز عصر بلند میشود و با مردم در اون ارتباط مطالبی را بیان میکند، سخن میگوید. در اون ارتباط میفرماید این حدیثم که همچنان که من گفتم امام حذیفه بن یمان بیان میکند، حالا ما این حدیث را بیان کنیم. میفرماید این حدیث که امام بخاری روایت میکند با سند خودش از علی بن زید، اون هم از ابی نصره، اون هم از ابو سعید خدری. میفرماید صلى بنا رسول الله صلی الله علیه و سلم صلاة العصر ذات یوم. میگه روزی رسول خدا صلی الله علیه و سلم نماز عصر را برای ما خوند یک روز، ثم قام فخطبنا الى ان غابت الشمس، سپس بلند شد برای ما خطبه خواند و برای ما سخنرانی نمود تا اینکه خورشید غروب کرد. فلم يدع شيئا مما يكون الى يوم القيامه الا حدثناه. و چیزی، حالا شما نگاه میکنی اینجا هم ابو سعید خدری این مطلب را بیان میکند، یعنی عمر بن خطاب، حذیفه بن یمان، ابو سعید خدری، این سه تا از اون افرادی که این مسائل را شنیدند. میفرماید چیزی را باقی نگذاشت از اون چیزایی که اتفاق میافتد تا روز قیامت مگر اینکه برای ما بیان نمود. حفظ ذلك من حفظه و نسی ذلك من نسیه. حالا اون کسی که حفظ نموده، یعنی آن را حفظ نمود هر کسی که حفظ نمود و آن را فراموش کرد هر کسی که فراموش کرد. فکان مما قال، از جمله مطالبی که ایشان فرمودند این بود: یا ایها الناس ان الدنیا خضرة حلوة. فرمود همانا این دنیا سرسبز و شیرین است، یعنی ظاهرش که نگاه میکنی سرسبز و قشنگ است و شیرین و
جذاب است. و این الله استخلفکم فیها، و پروردگار شما را در این دنیا جایگزین نموده. فناظر کیف تعملون، پروردگار نگاه می کند که شما چیکار می کنید، یعنی شما را می بیند که چیکار می کنید و چیکار نمی کنید. اصلا قبل از اینکه شما را بیافریند می دوند هر کسی چیکار می کند و چیکار نمی کند و آن را ثبت نموده و نوشته. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، فرمود از دنیا پرهیز کنید، یعنی این زیبایی و قشنگی و شیرینی دنیا شما را فریب ندهد. دنیا را همون اندازه بگیرید که حلال است، اون چیز محرمات را دنبال نکنید. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، و از زنان هم پرهیز کنید، هوشیار باشید که زنان شما را فریب ندهند. یعنی در واقع زن یکی از فریبنده ترین چیزی که در دنیا وجود دارد و نفس انسان به سمت آن تمایل دارد زن است. پس هوشیار باشید که زن مرد ظاهر کند به گونه بسیار فریبنده و به گونه بسیار خطرناک که سبب انحراف جوانان شود، به گونه‌ای که کسی در فکر تشکیل خانواده نباشد، به گونه‌ای کسی در فکر عفت و پاکدامنی خود نباشد. یعنی کاری کرده اند تمام کارهای نادرست را جلو چشم مردم میخوان عادی کنند. یعنی اصلا این یک نقشه است کاملا که در غرب و خود حکومت ها دنبال آن هستند. لباس عفت را از زنان مثلا گرفتند و زنان را هرچی بیشتر برای تبلیغات اجناس خود، برای تبلیغات شرکت خود، برای تبلیغات هر چیزی از عکس زن و از ویدیوی زن و از، یعنی در تمام رسانه ها از آنها برای تبلیغات هر چیز از زنان استفاده می کنند و این یک نقشه است شیطانی که این طواغیت دنیا دنبال کرده اند برای فریب دادن جوانان و برای فریب دادن جامعه بشری و برای به انحطاط کشاندن جامعه بشری از یک جامعه حیوانی بلکه منحط‌تر. هر نوع فساد و انحراف را در جامعه برای مردم عادی می کنند. این مصیبت بسیار بزرگی است. از راه زن این کار را انجام می دهند. پس میگوید مثلا یکی از اون کارها که برایشون خیلی عادی می شود ازدواج مرد با مرد، ازدواج زن با زن، ازدواج زن یعنی انسان با حیوانات، حیوانات به این گونه، یعنی هر چیزی که نامطلوب است و هر چیزی که خلاف عفت و شریعت است آنها در میان مردم منتشر می کنند. این مصیبت بسیار بزرگی است. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء الى ان قال وقد دنت الشمس ان تغرب، فرمود اکنون خورشید نزدیک شده که غروب کند. و انما بقي من الدنيا فيما مضى مثل ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. سبحان الله. فرمود اون مقداری که از دنیا گذشته خیلی بیشتر از اون مقداری که از دنیا باقی مونده. یعنی چی؟ فرمود امروز چقدر ما مونده برای اینکه خورشید غروب کند، همون اندازه از عمر دنیا مونده. یعنی اگر ما بیاییم کل دنیا از آغاز آن نگاه کنیم تا تمام شدن آن، وقتی که ما عمر را با هم مقایسه کنیم، مقایسهش آنگونه می شود که اون مقداری که رفته بسیار بسیار بیشتر است از اون مقداری که مونده. یعنی ما باید بگوییم 90% رفته، 10% از عمر دنیا باقی مونده. حالا دیگه این 10% خدا میدونه چند سال دیگر طول میکشد. الله اعلم.
اما دیگه ظاهر قضیه این است بر اساس فرموده رسول خدا صلی الله علیه و سلم عمر دنیا زیاد نمونده. البته دیگه ما حالا دیگه این 2000 سال 5000 سال 10,000 سال دیگر نمیدونم 100,000 سال دیگری باشد هرچی باشد عمر کمی مونده 10% شاید کمتر مونده باشد با توجه به فرموده ای که رسول الله فرموده صلی الله علیه و سلم. در اینجا این نکته خیلی نکته مهمی بود. فرمود به همون اندازه از دنیا باقی مونده و این حدیث هم که گفتم امام بخاری روایت کرده بود و همچنین این حدیث از طریق دیگری شواهد دیگری دارد در صحیح مسلم. این حدیث رو نگاه کنم که گفتیم بله اون حدیث که امام بخاری بیان فرمود بله اون حدیث دیگر با اون لفظ بله اون لفظ دیگری که گفتم حدیثی بود که امام احمد روایت کرده بود. امام احمد در مسند خودش با سند صحیح یعنی هم امام احمد هم امام ترمذی هم امام ابن ماجه هم امام حاکم و نزد مسلم هم با طریق دیگری از صحیح امام مسلم وارد شده که اکنون بیان میکنیم. در صحیح مسلم این گونه آمده از طریق ابی نصره از ابو سعید بعضی از آن آمده در آن دلالت می کند على ما هو المقطوع به ان ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى منها شيء يسير جدا. یعنی در این حدیث به این یعنی به صورت قطع متوجه می شویم اون چیزی که از دنیا گذشته نسبت به اون چیزی که باقی مونده بسیار بسیار کم است. اما با وجود این کسی مقدار آن را نمیداند. همچنان که امام ابن كثير میفرماید ومع هذا لا يعلم مقداره على التبيين والتحديد إلا الله عز وجل. به صورت قطع کسی آن را نمیداند جز پروردگار، چون پروردگار در چند جا از قرآن بیان نموده که فرموده یسألونک عن الساعة ایان مرساها، از تو سوال میکنند که چه زمانی قیامت برپا می شود. بعدا میفرماید فیما انت من ذکراها، شما چه کار با آن دارید، یعنی شما چه ارتباطی با فرا رسیدن قیامت و آن دارید. الی ربک منتهاها، انتهای آن و علم به انتهای آن تنها نزد پروردگار است. انما انت منذر من یخشاها، تو تنها بیم دهنده هستی به کسی که از آن می ترسد. منذر من یخشاها، کسی که از آخرت می ترسد شما اولا از آخرت می ترسانید و متوجهش می کنید که هوشیار باشد راه هدایت و راه عبادت را در پیش بگیرد. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، هنگامی که آنها قیامت را مشاهده می کنند احساس می کنند که در دنیا زندگی نکرده اند یا عشیه‌ای یا ضحایی. عشیه یعنی چی؟ یعنی از بعد از ظهر تا غروب یا از طلوع خورشید تا ظهر. طلوع خورشید تا ظهر این میشه ضحا، چاشتگاه. از بعد از ظهر تا غروب خورشید این میشه عشیه، عشیتا او ضحاها. یعنی به هر صورت احساس میکنن در دنیا نصف روز موندند، حالا نصف روز در ابتدا یا نصف روز در نصف روز دوم هیچ فرقی نمیکنه.
یا به اندازه یک قبل ظهری یا بعد ظهری زندگی کردن در دنیا. یا این سوره نازعات بود، آخرین آیات سوره نازعات، آیه 42 تا آیه 46 که آخرین آیات سوره نازعات است. و همچنین خداوند متعال در سوره اعراف آیه 187 می‌فرماید یسألونک عن الساعة ایان مرساها، از تو سوال میکنند در مورد آخرت چه زمانی برپا می شود. قل انما علمها عند ربی، تو بگو علم آن نزد پروردگار است، نزد پروردگار من است. لا یجلیها لوقتها الا هو، هیچ کسی نمیتواند آن را ظاهر نمی کند، فرا رسیدن آن را جز خود او. پس کسی در فکر این نباشد که قیامت کی فرا می رسد. هرچند در حدیث صحیح داریم که رسول الله فرمود صلی الله علیه و سلم بعثت والساعة كهاتین، میگه من مبعوث شده ام همراه با قیامت این گونه هستیم، یعنی کناری هم هستیم، مثل این دوتا انگشت. چجوری در بین این دوتا انگشت فاصله وجود ندارد، هر دو به هم چسبیده اند و در میان دوتا انگشت دیگری وجود ندارد، من و قیامت هم آنچنان بدون فاصله هستیم. یعنی دیگه بعد از من پیامبر دیگری نمی آید و من پیامبر آخر زمان هستم و من آخرین پیامبر هستم. این معنیش این است. حالا ما 124,000 پیامبر داشتیم. در میان این 124,000 پیامبر 315 تاش دارای کتاب بودند. حالا شما باید ببینید که چقدر از زمان گذشته، مشخصه دیگه. این 90% بیشتر زمان تمام گذشته و رفته و اکنون دیگه ما امت آخر زمان هستیم و پیامبر ما هم پیامبر آخر زمان است. در اینجا با هم میان برنامه نگاه میکنیم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید. برگ زبانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. سوزد درونم از شوق رویش، فیض کلامم نام محمد، فیض کلامم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. تا هست جانم در دار فانی، هر لحظه خوانم نام محمد، هر لحظه خوانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. در روز محشر از آتش آدود، باشد امانم نام محمد،
باشد امانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. بگذشتم من عیش جهان را، عیش جهانم نام محمد، عیش جهانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. آرام جانم نام محمد، ورد زبانم نام محمد، ورد زبانم خدا نام محمد، نام محمد، نام محمد. با عرض سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. ما داشتیم در مورد این سخن می گفتیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مطالبی را که مربوط باشد، یعنی اون چیزی که در از زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا قیامت برپا می شود چه اتفاقاتی می افتد، رسول الله از آن خبر داده. و این یعنی چی؟ یعنی این رسول خدا صلی الله علیه و سلم مطالبی که بیان می کند همش از طریق وحی است و بحث ما با ارتباط این بحث ما و بحث دفاع از سنت از اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم از روی هوا و هوس سخن نمیگوید، بلکه از طریق وحی سخن میگوید. یعنی هر چیزی که میگوید وحی است. گاهی میشه، گاهی بسیار نادر از خود اجتهاداتی انجام داده، یا وقتی که وحی نبوده با یارانش مشورتی کرده در مورد چیزی، بعداً در اون مشورت، چون خدا فرموده و شاورهم فی الامری، با آنان مشورت کن در مورد کارهایی که میخواهی انجام بدهید، گاهی مشورت هم میکرد، حتی نظر دیگران را میخواست. مثلا هنگام غزوه احزاب از مسلمانان سوال کرد، گفت به نظر شما باید چیکار کنیم؟ این بود سلمان فارسی گفت باید ما این خندق را بزنیم و مثلا اطراف مدینه که اونها نتونند وارد شوند، و کار بسیار موفق و بزرگی انجام دادند. به هر صورت گاهی بوده رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دیگران مشورت خواسته و در نتیجه خودش نظری را پذیرفته و قبول کرده، و گاهی هم اجتهاداتی کرده و گاهی در اون اجتهادات به خطر رفته و خداوند متعال آن را اصلاح نموده. اما اون مطالبی که به صورت تشریع بیان کرده یا از امور غیب
خبر داده، یا در مورد مثلا احکام نماز، احکام روزه، احکام حج، احکام زکات، احکام نمیدونم قصاص، احکام جنایات، احکامی که مربوط به معاملات است، تمام این احکام که بیان می‌فرماید از طریق وحی بوده. یعنی از طریق وحی او این مطالب را بیان نموده. و گاهی اگر چیزی مثلا از او سوالی پرسیده شده جواب نداده، تا یک لحظه جبرئیل آمده و مطلب را به او گفته، اون هم جواب را داده. این بحث ما در ارتباط با دفاع از سنت از این زاویه است که مطالبی که رسول الله بیان می کند از طریق وحی است، سنت پیامبر. حالا مثلا من الان حدیث دیگری را بیان می کنم در ارتباط با اون مسائلی که رسول الله بیان فرموده. مثلا در یک حدیثی که این حدیث هم امام بخاری، هم امام ابو داود، هم امام ابن ماجه این حدیث را روایت نموده و این اتفاقات هم افتاده. اینا چیزایی بیان می کند که در آینده اتفاق می افتاد. عوف بن مالک اشجعی رضای خدا بر او باد، یکی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، می‌فرماید اتیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فی غزوه تبوک. میگه من آمدم پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم در غزوه تبوک، من آخر السحر، در آخرین یعنی زمان سحر، آخرین وقتش، یعنی یک سوم آخر شب. اینجوری بگوییم، من اگه ما شب را به 3 قسمت تقسیم کنیم یا به 4 قسمت هم تقسیم کنیم، هر قسمتی ما تقسیم کنیم قسمت آخر شب، منظور همین است، قبل از طلوع فجر. میگه من آمدم پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم در غزوه تبوک در آخر شب قبل از طلوع فجر، و هو فی قبة من ادم، در حالی که او در داخل خیمه بود از چرم ساخته شده بود، یک خیمه ای که از چرم درست شده بود. فسلمت علیه، من بر او سلام کردم. فرد وقال ادخل، رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب سلام را داد و فرمود وارد شو، بفرما. فقلت میگه من گفتم کلی، یعنی با کلن وارد شوم، یعنی وقتی که گفت دا وارد شو گفتم کلی یا رسول الله، یعنی من کامل وارد شوم، فقط سلام را بیارم داخل و سوالم را بپرسم یا چیزی بگویم. قال کلک، کلی یا رسول الله؟ قال کلک، گفت بله کلن وارد شو. فدخلت فقال يا عوف احفظ خلالا 6 بين يدي الساعة. فرمود ای عوف بن مالک اشجعی، عوف بن مالک اشجعی گفت من چند چیز را به شما میگویم، 9 تا خصلت، 9 چیزی حفظ کن، عفوا 6 تا خصلت به شما یاد آور می شوم قبل از آمدن قیامت، قبل از فرا رسیدن قیامت، بین یدی الساعه. اولهن موتی، یعنی اولین چیزی که قبل از فرا رسیدن آخرت اتفاق می افتد وفات من است، مرگ من است. قال عوف فوجمت عندها وجمة شديدة وبكيت. میگه منم به محض اینکه اینو فرمود یک سکوت بسیار زیادی کردم و خودم را کنترل نکردم و گریه کردم و گریه افتادم اینکه اینو فرمود. حتى جعل رسول الله صلی الله علیه و سلم یسکتنی، تا رسول خدا صلی الله علیه و سلم آغاز نمود و منو ساکت میکرد، میگفت گریه نکن. قال والثانیه فتح بیت المقدس، فرمود مورد دومی که اتفاق میافتد فتح بیت المقدس است.
که بار اول توسط عمر بن خطاب فتح شده و بار دوم توسط صلاح الدین ایوبی جد بزرگوار ما اهل کردستان. والثالثة داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم. سبحان الله. میگه مورد سوم که اتفاق میافتد یک نوع بیماری است، یک بیماری فراگیر است که اتفاق میافتد. حالا اگر ما به این قضیه نگاه کنیم بگوییم حالا این بیماری فراگیر همون زمانی بود که در زمان امام عمر در روستای امواس یک طاعونی آمد که در اون طاعون بسیاری از یعنی مردم زیادی شهید شدند و وفات کردند. ما میتونیم بگیم اون، ولی وقتی که ما نگاه میکنیم بعد از فتح بیت المقدس این را بیان میکند و فتح بیت المقدس بار اول اتفاق افتاده و بار دوم هم اتفاق افتاده و انشاءالله بار سوم هم اتفاق میافتد. اگر ما این را بیان کنیم، اگر بعد از اتفاق مثلا صلاح الدین ایوبی باشد یعنی فتح بیت المقدس، میشه داء یظهر فیکم، حتی ممکن است اشاره کند به این بلایی که همین الان موجود است و تعداد بسیاری از مردم با وسیله این بیماری طاعون و این بیماری کرونا رفتند. میتواند یکی از این مسائل این باشد، چون این بسیار بسیار فراگیر بود. اون بیماری که در اون شهری که در شام اتفاق افتاد یک شهر بود بس، دیگه منتشر نشد در بقیه سرزمین ها. اما این چیزی که امروز از طریق چین که آن را ساختند و دولت ها آن را منتشر کردند و آن را ساختند، اون ویروسی که درست کردند و مردم را با آن مبتلا کردند، این در واقع چیزی بود عمومی که شرق و غرب و شمال و جنوب زمین را فرا گرفت، تمام زمین را، و تعداد بسیار زیادی از مردم را کشت. و فرمود داء يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم وأنفسكم ويزكي به أعمالكم، که فرزندانتان را میکشد و خود شما را یعنی شهید میکند، و یزکی به اعمالکم، و کردار شما را تزکیه میکند. و در لفظ دیگری میفرماید ثم موتان، به کلمه موتان یا موتان دوتایش جایز است. میتونیم بخونیم موتان مثل ضربان که به فارسی گفته میشود ضربان، یا مثلا مثل حیوان موتان، یعنی مرگ زیادی بسیار زیادی اتفاق می افتد که در این لفظم به لفظ موتان آمده، یعنی دوتایش جایز است، چه موتان یا موتان. یکونو فی امتی، که در میان امتی من اتفاق می افتد، یأخذهم مثل قعاص الغنم، میگه آنها را میگیرد مانند اون قعاصی، مانند اون بیماری که در واقع گوسفندان را میگیرد. این منظور این قعاص چیز میگه یک دردی است، یک بیماری است که حیوانات به آن مبتلا میشوند و از بینی آنها چیزی خارج میشود و ناگهان میمیرد. الان من یکی از دوستان به من گفت، اشاره کرد، گفت یک آقای بیماری کرونا گرفته، میگه دوتا پایش از کار افتادن، یعنی دیگه الان مثل فلج شده و نمیتواند حرکت کند، یعنی حرکت بسیار کندی میتواند به کندی حرکت کند. یعنی این بیماری هم که ما الان داریم، تقریبا بعضی از اهل علم هم میگویند این مسئله این یعنی علمای قدیم فرمودند این اشاره میکند به همون
بیماری که در هنگام فتح بیت المقدس در زمان امام عمر اتفاق افتاده، همین که اشاره کردیم به اون در زمان فتح بیت المقدس در این. ولی چون بحث فتح بیت المقدس را بیان می کند و بعد از اون این را بیان می کند، اول فتح بیت المقدس را بیان می کند، بعدا این دائره، احتمال بسیار زیادی وجود دارد اولا فتح بیت المقدس برای بار دوم باشد و فتح بیت المقدس بار دوم هم، هرچند اون اشاره می کند به فتح بیت المقدس، قطعا بار اول منظورشه، چون وقتی که بیت المقدس در دست مسلمانان نباشد بار اول اتفاق می افتد. ولی این فتح بیت المقدس تنها یک بار اتفاق نیفتاده، باری در زمان امام عمر، یک بار هم در زمان صلاح الدین ایوبی که در مصر حاکم مسلمانان بوده. و بعد از این بیت المقدس و فتح بیت المقدس هست اشاره می کند به این بیماری و به این بیماری فراگیر و عمومی و همه‌گیر. در نتیجه احتمال این که منظور این بلای کنونی باشد بسیار بسیار زیاد است و مخصوصا در اون داعی که مثلا ایجاد می شود، میگه سبب تنگی نفس می شود و این ویروسی که اینها ساخته بودند و ساخته اند در واقع بیشتر ریه ها را درگیر می کند و سبب درگیر شدن ریه می شود و این کاملا با این حدیث تطابق دارد. پس یعنی یکی از این مطالبی که رسول خدا به آن اشاره نموده و چون در اون حدیث میگه تمام اون اشیاء را بیان کرده، یقینا اینم را بیان فرموده بدون شک، چون فرمود تمام اون چیزی که اتفاق میفته تا آخرت همه را بیان فرموده، پس اینم را بیان فرموده و این قتل و قتال و کشتارم را همه را بیان فرموده که اتفاق میافتد. بعداً میفرماید یکون فی امتی یأخذهم ثم موتان یکون فی امتی. حالا کسی شاید بگوید این کلمه امتی شامل فقط مسلمان ها می شود. نه، امتی تمام بعد از بعثت پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام کره زمین امت محمد است، تمام کره زمین امت اوست. حالا امت دعوه داریم و امت استجابه. امتی که استجابه کرده اند اینها مسلمانان هستند، امتی که استجابه نکرده اند امت دعوه هستند. یعنی دین محمد صلی الله علیه وسلم باید به همه آنها برسد و باید همه آنها تابعی او باشند، چون تمام ادیان بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه منسوخ شده. کسی حق ندارد پیرو هیچ دین دیگری باشه، چون این دیگه دین آخر زمان است و دینی است که کاملا به حد کمال رسیده و دین پیامبران گذشته برای زمان معینی بوده و برای مکان معینی بوده. در نتیجه در زمان معین و در مکان معین اون پیامبرها که رفتن تمام شده کارش و میمونه زمان دین، اون دین پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم باقی است برای تمام بشریت در روی زمین، بر روی زمین. در نتیجه اینکه میفرماید این بیماری منتشر می شود در میان امت من، بله تمام کره زمین امت محمد هستند صلی الله علیه وسلم، به معنی یعنی امتی هستند که باید پیرو راه او را بگیرند. حالا این امت او تعدادی استجابه کرده اند و ایمان آورده اند و تعدادی استجابه نکرده اند، بلکه بیشترشون استجابه نکرده اند. اما با گذشت زمان هرچی بیشتر استجابه در میان دیگر بیشتر می شود و اکنون که دین اسلام دومین دین است از لحاظ انتشار، بعد از یعنی 20 سال دیگر یا 30 سال دیگر اولین دین است در دنیا از لحاظ انتشارش و این ما به چشم خود داریم میبینیم. تمام مسلمانان در تمام دنیا الان پخش شده اند، در تمام اروپا و در تمام آمریکا و در تمام و در استرالیا، یعنی تمام قاره های دنیا را فرا گرفتند. در واقع تنها یک قاره نیست بلکه تمام
تنها این نیست که قبلا میگفتن در خاورمیانه هست و اینها، اکنون خلاصه نشده به خاورمیانه، تمام خاورمیانه و نمیدونم خاور دور و خاور نزدیک و تمام آفریقا و امریکا و اروپا و استرالیا را فرا گرفته است. در نتیجه و همچنان وضعیتی پیش آمده برای مسلمانان که مجبور هستند از سرزمین خود هجرت کنند به دیگر سرزمین ها و اسلام را با خود میبرند. شما نگاه میکنید در همه کشورهای دنیا به تعداد بسیار زیادی مساجد وجود دارد و مسجد بنا شده و اصلا در بسیاری از کشورها کلیساها تبدیل می شوند به مساجد، چون دیگه کسی وارد آن نمی شود و آن را اجاره می دهند و مسلمانان آن را اجاره می کنند و در اونجا نماز می خونند. یعنی خود به خود اسلام در حالت انتشار بسیار زیادی است. حالا می فرماید والرابعة یفیض المال فیکم. مولد چهارم این است که ثروت و دارایی در میان شما فراوان می شود. اگر ما این را ارتباط بدهیم به زمانی که هارون الرشید که حاکم مسلمانان بود، وقتی که ابری را می دید می گفت ای ابر برو به هر کجا می خواهی برو، هر کجا باران می بارانی برو، ولی نهایتاً خراجت و مالیاتت به بیت المال ما برمیگردد. در چنین وضعیتی در زمان عمر بن عبدالعزیز و در زمان بسیاری از این خلفاها وضعیت مسلمانان به حدی خوب بوده که یک نفر در قلمرو اسلام وجود نداشته مستحق زکات باشد و بیت المال پر از دارایی و ثروت زیادی بوده. و اگر اینم را در نظر نگیریم و با توجه به این عددهایی که داره بیان می کند، این هم در آینده اتفاق می افتد. یعنی باز هم بار دیگر وضعیتی پیش می آید که ثروت و دارایی بسیار زیاد می شود و مردم در رفاه کامل قرار می گیرند، به گونه ای که میگه یفیض المال فیکم حتی یعطى الرجل 100 دینار فیظل ساخطا. یعنی اینقدر پول زیاد می شود که شما 100 دینار یعنی چی؟ یعنی 100 تا سکه طلا، هر دیناری یک مسقال است دیگه، هر دیناری یک مسقال است، 4 گرم و 25 صوت میشه یک دینار قدیمی. یک دینار یک مسقال طلا بوده. حالا یعنی طوری می شود که شما 100 سکه طلا به کسی می دهید ولی او 100 مسقال به کسی می دهید ولی او احساس می کند، اصلا عصبانی میشه، میگه این چیه؟ 100 تا سکه به چه دردی می خورد؟ اینقدر ثروت و دارایی فراوان می شود. والخامسة فتنة تكون بینکم. و مورد پنجم فتنه است که در میان شما اتفاق می افتد. فتنه در میان شما اتفاق می افتد. لا یبقى بیت مسلم الا دخلته. هیچ خانه هیچ مسلمانی نیست مگر اینکه اون فتنه وارد آن می شود. آخر می دونی فتنه یعنی چی؟ فتنه یعنی وضعیتی ایجاد می شود که انسان وجه حق و باطل را نمی شناسد، وجه خیر و شر را نمی شناسد، وجه معروف و منکر را نمی شناسد، نمیدونه چی حقه چی ناحقه، چی درسته چی نادرسته. امروز بسیاری از جاها اینجوری شده. در میان خانواده ها اتفاق افتاده، یکی را تکفیر میکنه، یکی را میگه تو کافری، اون یکی میگه تو گمراه هستی، اون یکی اینجوری میگه. در تمام خانواده ها در واقع این فتنه اکنون وجود دارد. یعنی ما احساس میکنیم خانواده‌ای وجود ندارد از خانواده مسلمانان مگر اینکه این فتنه ها در آن وارد شده و این دلایل واضح و روشنی است که بیان می شود. و این تقریبا این مسئله فتنه‌ای که در هر خانواده‌ای هر کسی فکری را، یعنی همه خود را مسلمان میدونن ولی اون یکی جهتی را گرفته جهت دیگر را گمراه میدونه، اون یکی جهتی گرفته جهت دیگر را گمراه میدونه. در یک خانواده هستند، با هم، با پدر، با مادر، با خواهر، با برادر، با هم دیگر در جدال هستند و هیچ کدوم برایشون روشن نیست کدوم یکی بر حق هستند. هر یکی دیگری را
گمراه میدوند، تکفیر میکند و این یک فتنه است که میفرماید لا یبقى بیت مسلم الا دخلته. حالا اگر هنوز داخل نشده باشد قطعا داخل می شود. یعنی اکنون ما می بینیم در بسیاری از خانه ها وارد شده، ولی باز این بیشتر و بیشتر می شود و سبب فتنه می شود. ثم هدنتون، بعدا یک هدنه، یک آتش بسی در میان مسلمانان، و تکون بینکم و بین بنی الاصفر، یک آتش بسی در میان شما و بنی الاصفر و رومیان و اروپاییان ایجاد می شود، یا غربی ها، در بین شما و غرب یک آتش بسی انجام می گیرد. اما فیغدرون بکم، و آنان به شما خیانت می کنند و عهد شکنی می کنند. فیسیرون الیکم فی 80 غایت، آنان به سمت شما می آیند زیر 80 تا پرچم، یعنی هر کدوم زیر پرچم کشوری، ولی تمام این کشورها همدست و یک دست شده اند علیه شما. تحت کل غایت 12,000، در زیر هر پرچمی 12,000 نیرو وجود دارد. یعنی شما در نظر بگیر 80 ضرب 12 کن، یعنی 80 ضرب در مثلا 10 میشه 800,000 و اون دوتای دیگر میشه 24,000. یعنی 824,000 نیرو به سوی شما هجوم می آورند. فقلت وما الغایه، میگه گفتم ای رسول خدا غایه منظورت چیست؟ زیر هر غایه ای 80 زیر هر یعنی 80 غایه می آیند و زیر هر کدام 12,000 جندی وجود دارد، سرباز وجود دارد. فرمود الراية فسطاط المسلمين يومئذ، الراية فسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة في مدينة يقال لها دمشق. فرمود غایه منظور رایه است، یعنی منظور پرچم است، پرچم هر سرزمینی. بعدا فرمود فسطاط المسلمین، خیمه مسلمانان در آن روز در سرزمینی قرار دارد که به آن سرزمین گفته می شود غوطه، که الان غوطه نزدیک دمشق است، غوطه شرقی. فی مدینه یقال لها دمشق، در یک شهری که به آن شهر گفته می شود دمشق، که این حادثه هنوز اتفاق نیفتاده و اتفاق خواهد افتاد. این غوطه یک سرزمینی است در شام که هم آب زیادی دارد و هم درختان بسیار زیادی. ظاهرا وقتی ما در اینجا به پایان رسیده، همه شما را به خداوند بزرگ و ذوالجلال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.